دوستان این چیه؟ کلم. خب میخوام چیکار کنیم با این کلم؟ میخوام یه غذا بهتون یاد بدیم که درست کنید به نام ساور کراوت که قبلا ویدیوشو گذاشتیم، ولی امروز میخوایم یه چیز جدید بهتون بگیم. انقدر این غذا مفیده که حد نداره. چجوری درست میشه و چه دردی میخوره؟ ببینید کلم رو میگیرن میشورن، دیگه نمیخواد توشو بشورین، همین روشو بشورین، بعد با چاقو رنده رنده میکنن و بعد به اندازه وزنش 3% تا 4% نمک میریزن روش. بعد از اینکه نمک رو ریختن روش وای میسن، یه مدت میگذره، بعد یواش یواش با واسلا فشار میدن، آبش در میاد. ویدیوشو گذاشتیم و قشنگ با فیلم گذاشتیم. بعد تو آبش بخوابونید و نباید از آب بیاد بیرون کلمو، و الا کپک میزنه و 2 هفته توی فضای تاریک تو کابینت آشپزخونه میذارن. خیلی دوستان وقتی درست میکنن میگن کپک میزنه. حالا من یه مژده دارم آخر ویدیو خدمتتون میگم. حالا به چه درد میخورین ساورکرات؟ ببینید تو روده ما خیلی باکتریا زندگی میکنن، بعضیشون خوبن بعضیشون بدن. اگه تعداد باکتری خوب بیشتر از بدا بشه شما اکثر بیماری ها رو نمیگیرید، چون باکتری خوب کارهای خیلی مفید برای شما انجام میدن. سیستم ایمنیتون رو تقویت میکنن، جلو ناراحتی گوارشی رو میگیرن، حتی خلق و خویتون روش اثر دارن. ولی باکتری بد برعکس باعث التهاب مفاصل میشن، ناراحتی گوارشی میدن و هزاران بیماری که ما تو سمینار یبوست و عوارض آن گفتیم، حتی تو بیماری MS هم بحث کردیم. خب این کلم و ساورکرات که ازش درست میشه پر از باکتریای خوبه، پر از باکتری خوبه. وقتی وارد بدن میشن کارهای بسیار مفیدی انجام میدن برای شما. لذا نمیخواد قرص بخرید و به نام پروبیوتیک، این خودش پروبیوتیک طبیعیه. خب دیگه به چه درد میخوره؟ ویتامین C بسیار بالایی داره، ویتامین C وحشتناک بالایی داره. ویتامین دیگه ای داره به نام ویتامین K2. این ویتامین کلسیوم رو از جاهای مختلف ور میداره میاد توی استخون شما میذاره، نمیذاره رسوب بده کلسیوم مثلا تو جدار عروق شما. لذا جلو پوکی استخوان میگیره. برای اینکه پوکی استخوان دارن این ویتامین K2 معجزه میکنه. دیگه چی داره؟ یه ویتامینی بود به نام یو، قبلا میگفتن، الانم بحث روش. یک دانشمندی در دهه 1950 اومد آب کلم خام رو به مریضایی که زخم معده داشتن داد و دید اینا سریع خوب میشن و اسمش گوش ویتامین یو، یعنی اولسر، ویتامینی که زخم خوب میکنه. حالا تحقیقات راجبش در جریانه. دیگه چه خواصی داره؟ برای سیستم ایمنیتون عالیه، چون باکتری که وارد بدنتون میشن سیستم ایمنی رو به شدت تقویت میکنن، خلق و خویتون هم خوب میکنن عزیزان، چون میکروبای خوب باعث ترشح هورمونایی میشن که شادی آفرینن، جلوی افسردگی و اضطراب میگیرن. برای بچه کوچولوها که یبوست‌های مزمن دارن یه قاشق غذاخوریش، حتی مرباخوریش میتونه مفید باشه. و اونایی که ناراحتی تیروید دارن، کمکاری تیروید دارن، اونا هم آبش رو بخورن از این ساورکرات. ببین ما این نمونهشو درست کردیم، این ساورکراتی هست که ما درست کردیم خدمتتون. ببینید این ساورکرات از این کلم درست شده بعد از 2-3 هفته. خب مژده ما چی هست؟ مژده اینه که خب بعضی دوستان اومدن ساورکرات درست کردن میگن کپک میزنن. آقا دکتر ما بلد نیستیم. ما با یکی از اساتید دانشگاه صحبت کردیم که رشتهشون در واقع علوم غذایی بود. ایشون ساورکرات رو به روش کاملا علمی درست کردن و به تعداد محدودی آماده شده که ما در مطب تهران داریم. دوستان خیلی تعدادش محدود. اونایی که میخوان با مطب با این شماره که میگیم تماس بگیرن یا واتس اپ بذارن که براشون برفرستن. اگر تمام بشه باید برن تو نوبت، چون 2-3 هفته طول میکشه درست بشه. ولی این ساورکراتی که درست شده به روش کاملا علمی و بهداشتی زیر نظر اساتید دانشگاه درست شده. خب خوشتون اومد از این غذای مفید که پروبیوتیکه، پر باکتری سالم، پر ویتامین و پربیوتیکه، یعنی فیبرم داره که میتونه بسیاری از ناراحتی گوارشی شما رو برطرف کنه. یادتون نره به همه دوستانتون برفرستین. ما ویدیوهای مفید برای شما خیلی گذاشتیم. برای سلامتیتون این ویدیو رو لایک کنین، شیر کنین. خیلی ممنون از لطفتون. خدا نگهدار تا ویدیو بعدی.